محمد من میخوام که یک چیزا ما دکازات کنم یک چیزا ما میخوام دکازات کنم که ما میگم که دائم برادران میگم که من نسبت همینا در درونشون آدم دارم معلومات میگیرم بسیار آدمو باور نمیکنن حتی ختم یک گفتی که من این چیزا میدونم اینا ما میدونم که اینا تو خودت حاضر در همین در پیش دفتر روشکا هست تلفن تا برام خیلی برادرها ببینم اینا دفتر روشکا اگه دیدی که اینا محمد دیگه اگه اونجای گام نیست که من برادر رو دکازات کنم که مقصد من معلومات دارم که دفتر افرت تباک تماشا کنم برم دادم گفتم که صحبت کنم درباره همین سگای لعین پدر سگ مادر خر من نمیدونم که تاجیکستان شما را آزاد میکنن در مردم تاجیکستان میخواد انقلاب میکنن ما را دعوت میکنن ما میره تو باید انقلاب کردن ما را میفهمونیم که انقلاب میکنن مقصد شما این کار را میکنن نفهمیدم میگم مردم تاجیکستان انقلاب میکنن خود در اونجا میره حکومت میکنه کیف دفع میکنه همون خیلی میشه مقصدی ما تو نفهمیدی مقصدی ما اینا اگر که باشه ما جوان مرد وری میگم ایامو غرب لوبوی شناستا یگون شناسش در لوبوی مقامات کار میکنن نمره همون را ما دابته ما خطی او سیوی از همه برم دلت همه فهمم دلت در کجای دلت خودت که کی مقصدم در تماس به همه مقامات بلند هر روز گوش کردم ما غرب ما توجه ما گوش کردم او کلی حرامزاده را ما میشناسم و من میدونم اگر که ایدهشون یگان کار میومد پس چرا دی 7 سال 8 سال 10 سال شد جکیده سیان ایدهشون یگان کار نیومد السلام علیکم برادر عزیز همه کس سوزین خوبین خداوند نگهبانتون باشه برادر عزیز امروز خواستم که یک افیری دیگه کنیم که الحمدلله خداوند مهربان امروز قوت من داده توانایی من داده و قوای همون گفتار و رفتار داده من خداوند که ببریم صحبت کنیم و هرچی که از دستمون میآید برای جوانای امروزه الحمدلله حرکت میکنم کوشش میکنم بفهمونم و فهمیدگیش خوب نفهمیدگیش وای بر حالش بی وطن از مهر پدر و مادر دور و از مهر فرزنداش دور و از مهر این تمام این نزدیکاش دور آواره و سرگردان در همه اروپا میگرده. خب برادر عزیز نو بسته که در این برنامه ما چند کس میداره یا چند کس تماشا میکنه و چند کس مقصد دستگیری میکنه این چیز ما چندین بار در چندین نوارم گفتگیم که ما احتیاج به این چیز ندارم هدف و مقصدی ما یک چیزای رساندن یعنی که ما به شما دا با دلیل با دکازات باید برسونم که یعنی درباره هر کسی که ویدیو میکنم کوشش میکنم که دلیل پیش بیارم یعنی که حاضر میشوه که مثال برادرها هستن که میگن فلان این خیلی دیگر لیکن این دلیل نمیشوه این دکازات نمیشوه دکازات چه خیلی میشوه دکازات همون وقت میشوه که دهنی هم آدم یا اینکه دست شاهد یعنی مثلا شاهدی میتونه گپ میزنه یعنی میتونه که مقصد با دلیل با دکازات بروی گپ زنه اگر که ما بی دکازات گپ زنم برادر عزیز وقتی که یا آدم میبره یک تا ویدیو روی میکنه ما هیچ وقت مقصد او را برآورده در مردم نشون نمیتونم مثلا خیلی مثلا این حاضر ما شما دا یک چیز نشون میتونم برادر عزیز که یعنی مثال این ویدیو را ما در روی کرده بودن در حقیقت ما در روی کرده بودن بچه خاطر ما همیشه یگان بار نموندم برادر عزیز به خاطر که ما در یک ویدیو روی کرد چند بار دیگه گفتم که یک ویدیو خوشرو کن ما ببینم در کجای یعنی شاید که آدمای خودش باشه خیلی همه خیلی ای برای که این اقبال یک بیناموس های بیناموسی نمیره یکی که از دستش همه کار میاد به همین خاطر من این ویدیو داون اومده بود دیگه ویدیو که پیشنهاد نکردم من ایرا پیشنهاد نکردم ببینین که برادر عزیز افغان چه خیلی طلبگار اقبال بیای خوب هستی کجا هستی تا کونی بیا ذره چخ کنیم تا کونی تو زنگ نمیزنی خب برادر عزیز این خیلی ویدیو هست این خیلی بسیار چیزا هست من چی نیورا نمیمونم به خاطری که مثلا دلیلی پرکی نیسته من این چیزا را پیشنهاد نمیکنم در شما من میخوام که با دلیل با دکازات یک چیزی کنم که در شما برادر عزیز فایده برسه نه اینکه مثلا نوار میکنم سخن میکنم هر چیزی که میکنم حرکت میکنم
фоидаи ҳамо дар шумо бираса, не ин ки бар зарари шумо ман ягон кор кунам. Масалан бародари азиз, бибинед ки Иқболбӣ чанд сол шид аз мардами муҳоҷир пул металба. Кӣ метавонад гуфта ҳамин гапо? Чанд сол шид? хуб, дар ҳамин қадр соле ки ҷамъ карданаш бародари азиз ягон бор биромада отчёт додагӣ буд ки, яъне ки мақсад чӣ хел отчёт додагда зиракона, барое ки бародари азиз вақте ки барномаҳои мо зиёд шид, алҳамдулиллоҳ бисёр бародаро изҳори пушаймонӣ карданд. Мебинед мебуроянд мегӯянд ки бародар мо пушаймон шудем, мо намедонистем ки саго то ин дараҷара паст бидиҳанд. Дидем ки муҳоҷирро фурӯхтестиянд, дидем ки мақсад одаморо мақсад дар мақомотҳо супоридестиянд, дидем ки чӣ қадар пастиву номардиву ноҷавонмардӣ кардестиянд. ин миллата, ин падару бобоҳои моро ба як пастӣ оварданд. ин ҳаромзодо Иқболбиву кабирию ноҷавонмардо мехоҳанд ки бо мо фарзандои онҳоро, яъне мо ҷавонҳоро мехоҳанд суистифода кунанд. متاسفانه این کار کردن نمیتونه برادر عزیز. با چه خاطر؟ به خاطری که علاقه جوانای ما را چشمشون کشوده شد. الحمدلله. خب برادر عزیز، یعنی که با بعضی آدمایی که یعنی اگر ندیده باشین که اقبالبی آدما را گفتیم فروختگی، شاید که سوال در این بین بروه، اگر در این بین اگر سوال بروه ان شاء الله ما این مقصد وای نوارا میمونم. اگر که برادرایی که مقصد که میخوان همین چیزا ببینن افیر دینانگیران در بدون این چیز هست برادر عزیز. یعنی که مقصد با افیر دینانگیران با دلیل با دکازات مثل هر وقت دلیل دکازات قطعی سخن میکنیم، سوال میتن در سوالشون یا جواب میتم یا اینکه ما سگایی که پشتیبانی میکنن همواره دلیلش گپای خودشون پیشنهاد میکنم. خب برادر عزیز، یعنی که ببینین امی قصال یگان وقت اچاد نداد مردم که علاقه که پل نگذرانده سایشا افیروش ندرومده سای سرسان و سرگردان و شرمنده و سرخم فکر میکنم دو روز پس همون قنچخی زنش همه بر اقبالبی میبرویه میروا. مرده که از عهده زن نبرویه همون مرد شما چخیل مرد میگه برادر عزیز. یعنی همین اقبالبی هم از عهده زن خودش نبرومده است. یعنی حاضر شب و روز که رفتیستگی از عهده زن خودش نمیبرویه. چند سال شد مردم میگه کینو کردیم، ای کردیم، دیگر کردیم، همین شانتاژ مانتاژ فن کردیم، فریب کردیم. مردم یگان بار اچو دادگی نبود. اگه ببینید برادرای عزیز که در اینجا چخیل یعنی که مقصد زیرکانه روبامی مکار روباه مکاری پدرلعنت اقبالبی الله گوری قلندر در بگیره، الله همین رجبی گور سوختر هم خیلی لخچه همین لخچه در بگیرن هم خیلی گوروش در بگیره. بینین که برادر عزیز مکار بینین چه شیطانی کردی سای. نگاه کنیم برادر عزیز چه زورا کرده و کرده که یعنی همکاری کنیم این کنیم. چرا توی وقت همین گپ ایدانش نمیبرومد وقتی که نورو را که ما بسیار کردیم. ببینیم برادر عزیز که چند قدر بسیار شده. خب طالبانده اقبالبی گوش کنیم. عزیز و گرامی، کارها و طرحهای ما ادامه دارند. در مورد اون طرحهای تاریخی افرادی که امکانی همکاری با ما را دارند می توانند که یعنی که زنگ زنند و با ما در مورد آن طرح تاریخی که داریم به خاطر شناخت مردم آگاه نماییم تا اینکه بتوانیم طرحمون تا آخر ماه فوریه کارمون کنیم و اون یعنی دایره علمی که جمع نمودیم اون کار خودشون شروع کنن. بعد در مورد که گذاشتگی 1000 توسط کرده و 30,000 هم به یک شکل دیگر به اصلاح رسید. 31,000 یعنی 90,000 مانده است. 5,000 از اون 100,000 که باید برای ما برسید. امیدواریم که در این روز این مسئله را توانیم که به تکمیل رسانیم و این چنین توسط افرادی که کار خود را انجام دادن حالا هم دنت ما یا مشکل ندارد، توسط نقل هم آسان و قلای و بدون مشکل با ما در چند ساعت یعنی اون میرسد و امیدواریم که توانیم کارهای را در این زمینه همه با هم انجام دهیم. امیدواریم برادرانی که در خارج از روسیه هستید یعنی همکار بودن تا با ما علل اقل وقتی نیستید در کارهای مبارزه، اونانی که در این راه مبارزه برده ایستادند همراهیشان نمایید تا اینکه
بتوانیم ما کارهای را در این قبیل در این مسائل در آنچه که مربوط به مبارزه و تاریخ و فهم و فهماندن این ملت است انجام دهیم. خب برادر عزیز یگان بار اما با گفتی چون هم طرفداراشون ما رنگ اونو خرفتار نکنیم طرفدار اقبالبی همه ایروی تدانی خدا گپ زنین یگان بار همین که اچاد دادگی همین که زغره و التماس کردیسه که کمک کنین یاردم کنین نکرده بود در حیاتش نکرده بود و ببینین که با یک 3-4 برنامه کوچک از اونو سگ برآمد گپ زده گفته که چطور اینقدر آدمی کم تماشا کردیسه. من اگر اینقدر آدمی کم تماشا کردیسه باشه رنگی تا اگر 3 کسی دیگر در اومدگی باشه این فیلم را تماشا کردیسه باشه یک معنی گپی مرا بفهمه این دلیل دکزاتو را ببینه چشماش خوی میشوه. این برادرها میدونید در یک دینه دو کس برآمد گو ما پشیمان شدیم که مقصد ما این پدرلعنتو را باور میکردیم وقتی دکزاتو را تو پیشنهاد کردی چشمای ما خویشید گفتن برادرها الحمدلله این پیشروی مای تو معنای این چیزا نمیفهمی چون که تو یک جاهلی تو یک گمراهی الله کو تو عقل توجه گرفتگی تو یک بیناموس آخه این چیزا را تو نمیفهمی همین نمیفهمی که همین گروه تروریستی شامل میشه همراه میشه نمیفهمی. اگر که میفهمیدی اینا مطرح میگم که اگر همین تماشابینای ما اگر یک کس ای فکرش بگرده من موفق شدگیم چون که پدری او در حق ما دعا میکنه مادری او در حق ما دعا میکنه فرزندی او در حق ما دعا میکنه زنی او در حق ما دعا میکنه انشاءالله. اگر که دعا هم نکنه شاید که امروز این کاری خوب ما انجام دادم فرد و فرزندی مرا یک برادر دیگه امروزی بد میگردونم. انا ایرم موفقیت میگم. برادرایی که میخواین بالا ببرین کمتر صبر کنین سیلکه را میگذارم میتونین که بالاشین به یگان کمبودی تی کالمرغا پروردگار نگهبان باشه برادر. ما یک بگم هزار رحمت زنده باشی فقط با پیش. سلامت باش برادرم. سلام علیکم و رحمت الله. برادر شما نازین بابا دبک تازه خوبی را نوتنجی الحمدلله خدا را شما خوبه نه خودتون خوبه الحمدلله هم ساز هم تنج در من هم افرت باک تماشا کنم بیرون دادم گفتم که صحبت کنم درباره همین سگای لعینی پدر سگی مادر خر و اون را تماشا میکنی اوجه هم پاکستان چند کس دین من رازن داد همش نوسا که مقصد که همین خلان همش گفته هستم که التماس نگاه کنه تماشا کنه که همه دا چی رهان مسئله زید نکنه گفتنی با همه بچهای تاجیکستان که التماس بچهای اوچه تماشا نکنید همین خرای لعینه که اوجه کنشونده زدگی چیزه اوجه بخوای نشید ما شما را میفروشیم ویدیوش نهاد خودت ماندی کنیم و قطعی المازی او سگی بدبخت دوزختی قطعی او خوگی نرکمان گاب میزنه خیال میکنه که مردم نمیبینن بعد هش نداره دستش در فروش گاب میزنه بعد هش دستش میزنه که چی گفته. بله برادر انشاءالله برادرها را هم ششور شدگیان عقلشون دستشون زدگی همین برادرایی که یگان آدمایی که هست که دستگیریشون میکنه یا اینکه همکاری میکنه یا اینکه مقصد همونو را خیلی وابشه تماشاشون میکنن احترامون خواهش میکنیم که وابشه تماشا نکنن اونا حتی تماشا نکنن و یاردمش اون طرف بیسته وابشه همه را میگم که به خدا پروست حیات خودشون آدمیل چی گفت مای حرامزاده پدر مادر خودشون فرزندی نکردن فرزندای خودشون زن و فرزند خودشون کوچه دمادن پرتافتن ایو خری کلانش سر کاگی تو همین سگ بچه مای داکیشه همش گفتی گپا پرتافتن رفتن مایا هیچ وقت دلشون با ما نمیسوزه او اقبال بی همین پول جمع میکنه دندانای زنش تیلا میکنه و تورسکی بسویتاموز که میپوشونه کویش میکنه کلوبای اروپا همش همین خیال فقط همون زناشون میخلون میپوشونن شب در ترس هویشون میکنن ای با پاتسانا پول میپرتون وای میکنن برای نمید ده کپک خودشون پرابلم آدم میدوزن در کار نیست. التماس هست التماس بچهای تاجیک کدام دولت باشه خواهش میکنم ای حمد که نکنن همین راه کدامت که اگر کمتر همین عقل دمو سوای که باشه التماس فکرت خطا های با تگسات با همین اکاید بیگ براوایسته که همون خواهینای بدبختا چی میگن ولی ویا با بسیار نهی تیک توک میک توک داو اقی پدرها میدرویان به حد گپای بزه میزننده داو تیک توک ها ولی یوتیوب قوای نمیکنن که مقصد چخلای چیاشون در همین یوتیوب بسیار تماشاشون میکنن
хчона натурал лицошун на самом деле дар тикток ҳаст ё ҷаяда ака исфандиёра ё ки гоҳ-гоҳ ҳам хелме дурем бовар ки у саго хчон ҷо якдигари хчон агар биёван ку иш ҳаме пара ҳаме идибега бахи ҳаме ки иқбол бира агарам биёван ба хиёлам ку мепаранд шамура ягон рӯзга шавҳар мекунам ягон ҳашам мегиравад нигоҳ кренда бародарҷон як смс омадаги як бародар нигоҳ крен чӣ гуфтагайда ҳозир фруктесиян ҷавонора модаро агар пул натиҳен яъне мақсад ки алмаз гуфтагие ки дар ҳамон олмон пеш одамо рафтагие ҷои корои ҳамон одамо ҳастанд одам рӯи кардагия гап задагия ва кардагиан ҷои корошон рафтагиан дар олмон ки агар моро ёрдам намекунед моро пул наметиҳед ака дар эфир гуфтанд як тарафу бо пешошон рафта иста будиян яъне нав смс ҳозир омадагмада яъне ки гуфта агар гуфтиян ки агар ки ёрдам намекунед моро яъне мақсад мо шуморо мақсад дар давлат мақсад бад карда ганда карда шуморо мефурӯшем ин бадбахтира нигоҳ охир мара чанд бор видеои шантажкардагӣ карданд чандин бародарои ватандӯста карданд аюби бечораро карданд ино дига айдаст ино ягон кор намебиёя фақат шантаж монтаж нигоҳ кун бародаро ки мисол хумон ки муҳоҷират даем ҳаму бародаро ҳам модароам ки дар ҳамон олмонам муҳоҷиранд ҳамунора рафтиян гуфтан агар ки мақсад моро ёрдам намекунед мо шуморо дар давлат дигар хел гуфта информатсия метиҳем ин ақл харои лаин ҳамин хелан ёра ҳамин бародаро кадомеш боша кадомеш киши илтимос бифаҳмонанд мақсад ки тоҷикистон ба пеш ҳастаяни иншоаллоҳ меравад ҳеҷ ка намехоҳад ягон одам намехоҳад ки ҳамун солҳои 93-92 ба худо қасам як рӯзи маҳшар буд ҳамин диссе нархари мочахари занғари оқи падари оқи модар яъне ҳамаи халқа ба худо қасам як хелашҳои то ҳозир ака ҳод кагинесе дар зиндагӣ як хелаш на самом деле чандташ бесоҳиб шид чандташ бепадар бемодар чандташ бефарзанд шид ҳамун залали ҳаваё ҳолиам ҳаста дар як хел семия ки падар модарша киштагианам гудак бечора ҳамин хел намедонам ба чӣ калоншидагӣ омадагӣ ай ҳаваё бояд бифаҳманд амроҳо ҳамсинфо ҳамхизмато чӣ ёру рафиқе доранд бифаҳмонанд ки илтимос накунанд ватанмон 100% ба худо беҳтарин ватан аст биҳишти рӯи замин шудагӣ ягон камбудӣ надорад камбудиш 100% кор мекунӣ зиндагита лӯбои хел мебари ака дар ҷое боша ҳамин ки парвардгор офаридаи ризқмона метиҳад бояд ки мо ношукрӣ накунем иншоаллоҳ ки беҳтарин мешавад худованд ҷаноби олира миллионсола куна ҳама вақт дар тори сари давлат буд ва мона ва далши парвардигор дар тамоми кориш барору баракат битиҳад амин худованд нигаҳбон боша бародарам зинда бош акай дебек худованд нигаҳбону дар амон бошед ҳама як тараф кардам одам бисёре бародаро бахшиш буда саломат бошед як ҷаҳон ташаккур салому алайкум ва алайкум салом раҳматуллоҳ дина хостам ки будурам дига дер шуда буд заряд худ диде ки заряд мурд телефонум заряни огоҳ карда будам хоб бародарҷон ҳаме хоб доир ба мавзӯе ки монди биё агар ягон савол дошта бошед ё ай мавзӯъ набояд берун буроем иҷозат наметавонем ки мавзӯъро мақсад дигар тараф барӣ хоб албатта доир ба мавзӯи хеле ки яъне ки кабирӣ ба чӣ хотир модаре ки ба як орзу ҳавас калонаш кард дар ҷанозаи модараш нарафта як дуюм ба чӣ хотир иқболбӣ то имрӯза яъне ки ягон бор отчёт накард отчёт намегуфт яъне намегуфт дар картам чанд сум ҷамъ шидай имрӯз буромад яъне мақсад миннатдорӣ кардесай гуфтесай дар карта ҳамин қа пул ҷамъ шид ҳамин қа дига нарасидестай ба чӣ хотир хоб дар масъалаи бародар кабирӣ модар дар куҷо вафот кард дар тоҷикистон кай соли чанд гӯш кун ҳамин ҳамаш маълум ай модари кабирӣ ман намедонам ман метавонам ҷавобат битем не ки намедонам соли чанд 2015 2014 2015 буд
اگر که فکر کنی که یعنی حزب نهضت اسلام امو وقت کبیری رئیس حزب نهضت اسلام بود، اگر فکر کنی که حزب نهضت اسلام علاقه ممنوع کرده بودند و کبیری را اگر میرفت دستگیر میکردن، نه، او وقت کبیری در روز نبود، کبیری آزاد بود. کبیری روزی که مادرش یعنی که مقصد که وفات کرده، کبیری در کنفرانس مسکو بود. بله، به این سوال من جواب دادن نمیتونم، برای که این من معلومات ندارم مادرش کی از دنیا رفتگی، خدا رحمت و مغفرت کنه. خب این سوال همون خودش جواب دیگه، اما خودش میدونم. آخه اونا غیرت ندارن برای آخه در این سوالات جواب بدن، غیرت ندارن. نگاه کن همین مادر وقتی من فکر میکنم که اگر در شرطی که اجازه رفتن میداشت، همین طریق که من حوض اجازه ندارم، خب اجازه رفتن میداشت، البته که وای شرکت میکرد. البته احمد برای نگاه کن، محمد نگاه کن، همین خود دمی بچه مثال کودک نیستی که مثال گپور کبیری وقتی که در مسکو بود، اگر که وقتی که او آدم یعنی که مقصد امی گناهی که امروز یعنی آشکار شد که او آدم همین خیانتو کرده بود به ملت به دولت، همین مسکو به تاجیکستان بردن پرابلم بود. وقتی که در روز نبود و چخل میبردن با خیانت نگاه که اینازی گفتن که اگر در روز نمیبود به همون خاطر میگم اگر در روز میبود بردنش پرابلم بود، در روز نبود حزب نهضت اسلام ممنوع نبود چیست همین یعنی که همین آدم برای اگر کنفرانس اگر که نمیگذارن با همون با یک شنیدیم که ای 200,000 روبل میمون، روبل خطیم روبلی همون ای 200,000 روبل میمون برای 200,000 روبل یعنی بلیط چه گرفتگیان 4-5 کسی اومدگیان بلیطش نگرفتگیان با 200,000 روبل دیگه برای 200,000 روبل دم وای مادرش اشتراک نکردم روی مادرش. یعنی نگاه کن که نگاه کن جنازه مادرش با طریق تلفن کردگیان باورداری در همین چیز. خواهی اگر شرایط نداشته باشه این هیچ بوکی نداره که مثلا رئیس حزب نهضت اسلام یعنی همه میدونه که میلیون ها پولی مقصد خودروهای خارجیشون گرفته بودن، میلیون ها پولی مردم دزدیده بودن، همه میدونه که پولدار بوده کبیری، چه شرایط نداشته؟ نه شرایط امنیتی نداشته باشه. مثال چخیل بگم نگاه کن، من وقتی که مرا در روسیه بودم از تاجیکستان اولی اوگالون دیل به مرا شدن دیل جنایتی نبود، نه که مرا میخواستن که بیارم به هر راه محبس کنن. بعدی که من نرفتم نه که پیش ای دیل جنایتی شدن مرا تلفن هم میکردن میگفتن که بیا همه عریضه تا بنویس تو عفو میشه. فهمیدی؟ من گفتم با کدوم گناه من عفو میشم، با کدوم خاطر من عفو میشم؟ من گناهی که نکردم برای چی من عفو شم؟ حال اون که عفو کی میکنه؟ جناب میکنه. جناب کی هست که مرا عفو میکنه؟ نه خدا هست نه گوش کن یگان صلاحیت داره. این نقطه نظر قانون میتونه که من قانون تاجیکستان عفو کنه. این نقطه پریچون تو جناب من مثالش گفتم این مثال اون چیزی که از سر خودم گذشتگی است. نگاه کن همه قانون اسلامی هست دنیوی هست همه خیلی هست. بله خب یعنی که وقتی که پرزیدنت یعنی کردک در قانون یعنی قانونی هایی خب سوغن مقصد این فرمانی روبر دولت هایی که آدمایی که به اشتباه راه دادگیان یعنی خطا کردگیان به گروه افراطی و تروریستی اگر جنایت نکرده باشند خطا کرده باشند یعنی اونو را بخشیده میشود. اگر نکرده باشه اگر نکرده باشه چی؟ وقتی که نکرده باشی چه شما را اگر که نکرده باشی چه شما را گناهکار میکنن؟ این یک سوال با چه خاطر اینا مرا یا دیگه برادرها را همیارا چه دیگه نمیکشوین شما را میکشوین؟ شما ببرین در گروه های تروریستی و افراطگرایی یعنی مثلا پیش از این گروه بود سال 1917 بود که مرا فریاد کردن خواستن که سون بگیرن از من. بلندترین چی برادران وقت گوشه ما نشنویده کدام سال؟ سال 2017 میگم 2017 یا 1917 خیلی میشوه که گوه ما 2017
ها 2017 یعنی که وقتی من با وطن برگشتم یک کارمند کمیته امنیت ملی مرا فریاد کرد گفت که یا با ما همکاری میکنی در روسیه یا که نباشه این علم قدر پول به من میسپوری نباشه تو پشیمون از اون میشه که از مادر تولد شدی در این چی میگوی؟ من نمیدونم چی گفتم من اگر یک گناهی مرا گفتم بیو این حوض من محمد خداوند مرا عقل داده من هیچ وقت وقتی که اگر که یک چیز با وطنم با ملتم برای آینده این کشور اگر فایده بیاره نه اینکه با منفعت کیسه و با منفعت شخصی و آدم اگر که فایده باشه هیچ وقت ما گپ نمیزنم اگر که برای ملت باشه برای دولت باشه برای وطن باشه من به هر کار راضیم لیکن برای منفعت شخصی باشه برای شکم حرام خودی آدم باشه هیچ وقت من همکاری نمیکنم اگر من خداوند مرا عقل انا همینجا سوال با میون ای بچه یک لحظه بیستنک خداوند مرا عقل داده من میدونم که در کجا ها بگم در کجا نبگم این معنی را نداره که من قدرت یا همون کار دارم باید هر کسی که هر چیز بکنه خوب بگم یعنی من این قدرت دارم که از برادرایی که مقصد میبروین فریب خوردگن کودکن 18 ساله بچه ایگون چی با خبر نیست ایگون چی در همون گروه ها غلطیدگین یعنی میبروین در اینجا مقصد من اشکار میشه و میبروین برادرها اوضاعشون میشناسن سیویاز میبروین میگن اکاینم خیلی فلان آدم نمره شروع میکنه میگن چی در فیلم در تری گفتی کد ادکاز میکنم در کازاچ میکنم بخشش میپرسه و قسم میخوره که من دیگه در تماشا نمیکنم در تلفن من زبیش در سوال کنکریتی مرا جوابتی وقتی که با من همه بیگناهی من اثبات جنایت من اثبات نشید وقتی که یک بالاترین مقامات حکومت جمهوری تاجیکستان این کمیته امنیت ملی تاجیکستان است وقتی که نسبت من بیگناه مثال بر من فشار آور تو نسبت همین آدم امنیتی که غیر قانونی کروپسیا خواست از من نسبت هوای تو چی فکر داری؟ نه که کارمند کمیته امنیت ملی تو نسبت همون شخصی که قانون شکنی کرد تو چی میگوی؟ فکری ما همه که وقتی که وای گپ زد قانون شکنی کرد با در اون جای مقصد خطا در کدام ناحیه کار کردن؟ در غرم نمیتونه ایستانه ما غرم نگاه که در ناحیه غرم کردن میخیزم میام دوشنبه شکایت میکنم که فلان کارگر شما ما را هم تعدید کرده سای نه که ما با باوری میگم که این کار در خودت کدگی نیستن پروسه خودت این گپ را گپ زدی سای که این جوانو را مثل خودت از مهر پدر مادر از مهر زن و فرزند دور کنی برادر احمد با والله قسم این اثر من گذشتگی تو فکر شخصی تا نسبت همون کمیته امنیت بگو اگر همین روز بسری تو بیاد چی میکنی ما بسری ما بیایا با از او با یک اداره بلندتر هستای او جاش میرم شکایت میکنم که فلان کارگر شما نسبت ما همین خیل کرده سای یگون کاری قی نیستای ما به عقل نیستم که ما وقتی که یا آدم نگاه کنده شما میدونید که در این روزا من مثال وقتی که من افیر میبرم خطاگی مثال آدم به خطا نمیشه یگون گپی خطا گپ میزنم یگون صدها کسا زنگ میزنن یک گپا گپ میزنن جاش نمیگم گوش کن میگم من همین آدم به خطا نمیشه تلفنش هم میکشم من گپی وای گوش نمیکنم نه که حاضر در این جهان مثال بعضن آدما فکر میکنن که من کدام مقامات قطعی همکاری کردم اگر من مقامات قطعی همکاری کردم باشم وقتی که من ببرم در افیر گپ زنم یعنی من با منفعت ملت میکنم با منفعت یعنی بچه‌ها یوش میکنم با منفعت خونه خودم نمیکنم پراویل بله بهترین یک به آدم به خطا نمیشه وقتی میبرم خطا مثلا یک خطاگی میشه مثلا من دم گپ میزنم نه را گوش نمیکنم هیچ وقت گوشش نمیکنم به خاطر که کاری من همون کارگاه کمیته امنیت ملی نسبت من اگر همین کار شده باشه هوای ایجاد قانون شکنی کرده اگر شده باشه نسبت من قانون را رعایت نکرده اگر شده باشه 100% نگاه کن محمد نگاه کن
یک چیزایدا با چی خاطر اگر که نه خط همه چیزا گفته باشم من نمیدونم با چی خاطر که این نمیدونم که مثلا من این بچه‌ها را ایرا گردونستم اینفورماسیونش ندارم بعضیش جای آدرسای خونه‌ش دارم مثلا بچه‌ای که همکاری داشتن اونو قسم خودم بس کردن چی و همونو مرا نمیگن میگه پاکی بیا همکاری کنیم بیا مقصد اینا ما مثلا قطعش مثلا دنیای همون را بتینونا مثلا اینجا ارزش نمیگم برای که تو قطعش همکاری داری برادر چرا نمیگم من قبول که نکردم این امروز در بیرونم وقتی که تو کار میکنی تو نه همکاری داری برای دفاع میکنی از محمد یعنی همکاری چی در نظر داری که من اینفورماسیون این برادرها را میتونم دهنو نه تو مقصد که اهمو سیستم حکومت تو روزی هستی پشتیبانی میکنی پروین نه من الحمدلله راضیم نگاه کن پشتیبانی من بچی من چی معنی داره من دیلم بین کودکان میسوزه این کودکان نمیدونن حزب نهضت اسلام کیه این کودکان نمیدونن راهبرای او کیه این کودکان نمیدونن 24 کیه و راهبر او کی بود این کودکان نمیدونن من اهمیت یک لحظه گوش کن یک لحظه کودکان نمیدونن که چندین میلیون‌ها را دزدیدن بردن بعضیاش بانک شدن بعضیاش مقصد بیزنس شدن بعضیاش دیگر کردن این کودکان نمیدونن میخوام اینا ما کوشا روشن بینا بگم یعنی ای روشون بر بگردن اخیر همین احمد همین ایروی تدونی خدا گبزا همین زندگی که حاضر کرده سی در اروپا همین تدا مخوله مجبورم احمد گوش کن من در بین مردم ما با تمام همین حسی با همین زندگی حلال قسم میخورم ایده قسم بزیم نیست ایدمی اگم اکتای دودارتای اگم آدم نزدیک دمی رسی هسته گوش کو ای با تو وای نداره ربطی نداره گوش کو برادر دوره نداره از سوال دور نبرو گوش کو برادر اگر همو گودکایی که میگو همو گودکایی که فرید میخرن کو من از همین منبر به همو گودکان میگم که نظر من گروه 24 گروه نهضت اسلام با دیگر گروه های مخالفین که در اروپا قرار دارند اینها شیرهای نر هستند که از ناموس از وطنشون از آیلهشون از دینشون دفاع میکنن هست انسان وجود نداره اگر اونو انسان باشن یا لحظه گوش کن اگر اونو انسان باشن تهدید و اگرجت میکنن که مودا پل نتین یعنی شخمای زنای حرام شونن نخرونن نپشونن قنچقای دختراشون لباس فرما نخرن یعنی اگر برای مال دنیایی میبولن ای برادرها همین خیلی گم میزنن شرینا بیا نباشه دایر به این مسئله گپ زنیم همین مسئله دیپارتاسیون را خودت موندی نبور شو من میخوام دهمی روشنی اندازم برای چی دین همین موضوع بود گپ نزدی یا محمد من میخوام که یک چیزا من دکازات کنم یک چیزا من میخوام دکازات کنم که من میگم که دمی برادرها میگم که من نسبت همینا در درونشون آدم دارم معلومات میگیرم بسیار آدمو باور نمیکنن حتی ختم یک بهترین خوبه من این چیزا میدونم اینا ما میدونم که اینا تو خودت حاضر در همین در پیش دفتر روشکا هست تلفن تا برام خیلی برادرها ببینم اینا دفتر روشکا اگه دیدی که اینا محمد دیگه اگه اونجای گم نیست که من برادر رو دکازات کنم که مقصد من معلومات دارم که تو دفتر روشکا خطی یعنی بعضانش در حقیقت ای موضوع میگیری بعضانش در حقیقت میگن تا که همین سوال بود من اینو را یادداشت کرده شدم اینا سوال های هم که هر یک آدم سیاسی باید یادداشت کرده باشه این سوال ها را بتونه داده فهمیدی محمد ما وقتی گام میزنم از بالای اینها نمیخوانم برادر ما وقتی گام میزنم بچه دیدی که من از بالای اینها گام میزنم من از بالای اینها گام نمیزنم اینو سوال های هم که از یاد من نروم محمد ما چیزی در کاری ما گرفتم یعنی چیزی که من در کار بود ما اویدی کبیری جواب ندادی اویدی همین اقبالبی چی نیت چی گفتنیه که یعنی میگه که همین قبق اچاد نداده دین برومد اچاد داد دم دین همین فیری اخیرونگیش دا چی گفتنی همیدا هر یک برنامه هر یک کمیته هر یک شبکه اخیر سال میتونه که ببرویا هم هر یک حکومت اخیر سالانه داره میبرویا اچاد شمیتیه همون انسان اچاد داد هر انسانی که اگر میخواه امروز چندمه امروز 21 یعنی برنامهش خدا دروغ میکرد روزی 17 18 بود نگاه که روزی 17 18 بود بچی خاطر روزی یکم نکرد روزی دیگم نکرد
او اچاتی سالانه نداد او اچاتی که برای نمی آخرک کاری نمیدونم برای زن شرگون توسکلو چی کردنی بوده به همون خاطر ما تا تحقیق نکردیم ما اقبال بیره با همون خاطر من میکنم که ببره در اینجا با سوال برادرها جواب بده همینجا برادرها سوال جواب دارن گوش کجا یک چیز او یک مبلغی گپ زد که با گفتی خودش مبلغی همون 10 روزه 15 روزه را گپ زد مبلغی سالانه گپ نزد خب مبلغ اگر 10 روزه 15 روزه باشه و اچو داد این با یک مردکی هوای است که این مثال من 10 روزه 15 روزه اچو این همه قسم جمع شده است آگاه باشه که این همه قسم شده نه که من گفتنی هستم که هر مهاجری که اگر میخواه خدمت کنه برای وطن مرحمت منم پردگر میکنم که یاردن کنه مبارزان را اگر نمیخواه یاردن میکنه تروریستن اونو آدم کجاش تروریستن از یه مینوت بیست از این سوال اول جواب ته بعد با چی خاطر از ایجاد میبیاییم ایجاج نمیبیاییم با چی خاطر تو همه قصال همه خیلی اچاد نکرد مردکیش با گفتی خیلی نشان نداده مخصوص وقتی برنامه های ما سر شد اقبالبی برومد اچاد کرد اگر که نبگوی من نواش همونو یا تماشا کن نه من تماشاش نکردم بیا نشان تی تماشاش کنم میدونم موضوع یک لحظه ای الله هزارون شکر ما دعا میکنیم که انشاءالله قدم روز در راه عدالت جویش عزیز و گرامی کارها و طرحهای ما ادامه دارند در مورد اون طرحهای تاریخی افرادی که امکانی همکاری با ما را دارند میتوانند که یعنی که زنگ زنند و با ما در مورد آن طرحی تاریخی که داریم به خاطر شناخت مردم آگاه نماییم تا اینکه بتونیم برهمون تا ماه فوریه کارمون کنیم و اون یعنی دایره علمی که جمع نمودیم آن کار خودشون شروع کنند. بعد در مورد که گذاشتگیم 1000 توسط کرده و 30,000 هم به یک شکل دیگر به اطلاع رسید 31,000 یعنی 90,000 مانده است 5,000 از اون 100,000 که باید برای ما برسید. امیدواریم که در این روز این مسئله را توانیم به تکمیل رسانیم و این چنین توسط افرادی که کار خود را انجام دادن حالا هم دنت ما یک مشکل ندارد توسط نقل هم آسان و قلعی و بدون مشکل با ما در چند ساعت یعنی اون میرسد و امیدواریم که توانیم کارهای را در این زمینه همه با هم انجام دهیم. امیدواریم برادرانی که در خارج از روسیه هستید یعنی همکار بودن تا با ما علل اقل وقتی نیستید در کارهای مبارزه اونانی که در این راه مبارزه برده ایستادند همراهیشان نمایید تا اینکه بتوانیم ما کارهای را در الله لعنت کنه همون شخصی را که همین را کمک میکنه اگر کمک نکنین که ببینین که اول یاد بچه اول میرسن خب یعنی که ببین که تا امروزه یگان بار حیاتش در این کار کردگی نبود تا وقتی که ما ایفیر کردیم ایفیرمون در التماس کردیم التجا کردیم تماشا نکنین نرین ایفیروشون دستگیری نکنین پول نگذارونین الحمدلله دیدید برنامه دینگیدن برادر همین عقل داره همین مردم بیشتر شده که با ما پول در کاری افراد نداده شده همین انسان بیشتر شده که به من مبلغ در کاری گوش کتا تو چو کدیسایی تا من مجبور نک مطلب رو من گپ زده ایستم در اینجا تو نگاه که تا همین روز بچه خاطر نکردن امروز خیسه سعی همین برادر را التماس کردیم التجا کردیم نه یاردم کدیسیان نه پرس موتورش هم بکن زد همه طرف که دوشکی تو پل میسپوره یار ماجدا نگاه کن همش بکن زد مردم دستگیریش کم شد سس شد تو برای چی تو این قصالا نکردم میکره امروز خیسه کرده سعی کره با چی خاطر بله من جواب شدم بله برای همه انسان حوض یک چیز در هدف در پیشش مونده است که باید حوض گفت که خودش این اچاد نداده شده این انسان گفته شده که من با کمک که شما محتاجم که همه چیزهای تاریخی هستند همه امروز هم گفت 1,000,000 چند سو میشود 12,000 یورو گفت میشه با خدا با الله قسم اگر من داشته باشم حاضر رویش میکنم
برای آینده ملتم، برای تاریخ را نوشتم. فهمیدی؟ نه که تاریخ دروغ می‌نویسونی، با والله با بالله با تعالی قسم فقط با منفعت پدری حرام خودش میکنه کورا. تحقیر نکو، حقارت نکو. ای برادر، ادبیات معاشرت رحمانوف همیشه تحقیر کردن، حقارت کردن. شما چطوری انسانه؟ من گوش کن. رحمانوف یکی از بهترین شخصیت‌هایی که امروز تاجیک در جهان معرفی کرد. وقتی که حکومت در دست همچون کی جمشید روشن، آخه همچون جمشید و روشن تروریست که به پول میگیرن در همه دولت‌ها استفادهشون میبرن. همچون جمشید و روشن اینمی تبرینا میبیاین، نه عقل نه یا تربیه، هر گروهی گفت وارد میشن شامل میشن، اینمی خیلی میشمارنشونا. من در هیچ گروه نیست که من سمستایت یعنی آدم مرا میدونی که من جبر دیده ای مای حکومت برادر وقتی که ملیسا مرا وای میکرد، وقتی که رئیس جماعت میکرد من میبومدم وای میکرد. من همین مسئله را گپ زدی دو باشید میخوام بگم تو گپ گریزونده صحیح نخواستی صحیح که در این مسئله گپ زدی. آخه بهتری خود گپ میزنیم، ما را گپ چی تا گپ زنیم اینجا عدالت رعایت نمیکرد. من خیلی گفتم که اگر خیش تبار در این مسکو هسته گفتم سوال دادم تو گفتی گپ تو دادی اوجی. مقصدی ما را تو نفهمیدی. مقصدی ما اینا اگر که باشه ما جوان مرد وری میگم ایامو غرب لوبای شناستا یگان شناسش در لوبای مقامات کار میکنن نمره همو را ما دابته ما خطی و سیوی از میبرم دلت هم میفهمم دلت در کجای دلت خودت که کی مقدم در تماس به همه مقامات بلند هر روز در تماس برابر. تو میمونی گپ زنی تو چه انسانی تو؟ من جوان مرد وره ما بفهمم دمی دلت چه مقصد چه جنایت کردگی، یعنی جنایت هسته یا که اگه خطاگی ای اگر که باشه ما جوان مرد وره اگر که مقصد بگن که فقط خطاگی ای تا ای همونجا چیزی در کاری عرضه گفتگی و رو مینویسانی روی میکنی من میرم در پیش آدمای نزدیکی تو با الله قسم با بالله قسم الحمدلله زالوگ میسم تو بگرد برا در پات خار بزن اگر همون بچه ها را بگو کلای من را بگیرم. ما یک برادری وطن محمد ما یک برادری وطن دوستم با عوض جانم تیارم که یک برادری ما همی رو بر بگرده. انا میخیل ما گفته هستم که همون شناسا طبیعی قانونی تاجیکستان چیکار کرده میتونی برای من وقتی من جنایتکار باشم تو چیکار کرده میتونی از نقطه نظری وایو گوش کن اگر که جنایتکار باشی گفتم نمیشه اگر که خود در حقیقت همین حزب حرکت ها یعنی تعلق داشته باشه من با باوری میگم دولت و حکومت میبخشد طبق قانونگذاری همین قباچو گشته رفته بیا با من همین قباچو گشته رفته یگون پرابلم نیست کو نگاه کنه من برادر ما یک سوالی وستریچ میتیم دایر به همه خدا نگاه کن ایسفارا از یمین ایسفارا اینا را گوش کردم دیدم تماشاش کردم پرابلمش نشید کو یگون پرابلمش نشید همون را گوش کن انا برادر اورا میتونی من میدونم که میتونم گپ زنم از تو دایر به مسئله من گپ زنم دایر به مسئله گپ زنم. بله من همون جوان مردی هستم که مرا کمیته امنیتی ملی ششم عادل همه خیش تبار گفتم بیا میبخشند من گفتم من او آدمی نیستم که همین راه هنده ساخته که امام علی رحمان سنگک سفر و فیضلی اینا رو رفیق نیمی راه کرد من همین هدف ما مبارزه ما رفیق نیمی راه نمیکنم من تا کمسه میرم برای چی خودت میتونی که همین وظیفه دست کشی حال آن که تو نمیتونی منم نمیتونم تو وظیفه داری از طرف حکومت من طرفدار من وظیفه دارم از جانب خداوند وظیفه من از جانب خداوند که وقتی که تو دیدی ناعدالتی را گپ زن وقتی که من گپ میزنم اینجا من خائن میشم. یک لحظه نگاه کن یعنی که خداوند هیچ وقت راضی نیست که من اگر هرچند که اگر در مقصد سواد اسلامی داشته باشم خداوند هیچ وقت راضی نیست که یک برادر تا دیده و دانسته بر محبس کن فهمیده است؟ شما محبس میشیده با کدوم جرم برادر با کدوم جرم؟ گوش کن
امی خودت با کدام جرم یعنی که نگاه که وقتی که امی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تروریسم اکستریمیسم مقصد برو هست مثلا در کنستیتوسیا یعنی همین وقتی که همین همکاری با همین تروریستا کنی یعنی اکستریمیسم نمیشه یعنی مقصد همکاری ندارم من نقطه خود ما آشکار گفته شدم نقطه نظر خود ما گفته شدم که برادر در تاجیکستان کروپسی هست برادر قانون تنظیم یکمین اولین شده کی ویران کرد قانون تنظیم یکمین شده کی امام علی رحمان پایمال کرد یا منوت گوش مرا محمد همین کنکرت نگاب میخوای بار بگردی مطرح کمک کنم بله میخواهم ما عید قسم بزرگ نمیشه مطرح قسم خوردم که اول بیو همون یگون نامیر یگون شناس همون آدمایی که هستای بیو بته ما قشون صحبت کنم که دیلیت در کدوم اساسای ما ترقه سیوازم میبرویم ما با نه یگون جای خندش ندارم ما مردکی گپ زدیسم ما با ایواز جانم ما تیارم که مطرح کمک کنم میدونی در سوال چی جواب دارم میگن که خم رفتن سیاد زبر قتل مرغان است برادر همون مسئله که به پرچت چند من میخواهم گپ زنم که همین روز در افیر گپ زدی نسبت المازو که هوای یا بر میتونی بمونی تمام هوای شرح بتیم همین روز خواستی که هوای واکنی بفهمونی ما قطعش گپ زنم ما قطع چی گپ زنم چه تنیا کسی که بروی گپ بزنی یگان گوش کو ما در یگان گفتنی داری وزیر بله گفتنی هستم که خداوند هدایتت کنه سلامت باشی در راه راست همه وقت طرفدار جانبدار صلح و وحدت باش جانبدار آن باش که خداوند بزرگ ترا به همین دنیا آورده است برای سیاه گفتن سفید گفتن در همه جا در قرآن و در تمام قانونهای دنیاوی و کنستیتوسیونی تمام اعتقادی دیکتاتور نه شدگی دیکتاتور ممنوع است برادر 30 چند سال یک لحظه مثلا بیا دیکتاتور ما نمیخواستم میگه پگاب زنم بیا تمام کردی دیکتاتور ما برادرم میگم که دیکتاتور تمام کردی گپ زن مرحمت تمام ما برادرها را بالا کنم یک قیمت آدم تهدا اگه همین مسئله دیپارتاسی همون دو تا سوال چی داشتم یا که مسئله گوش که ما خطی تو چی گپ باز درک گپ میزنم دیگه من نمیدونم با همین خاطر گپ زدم مالی ایرا گومش کو مسئله چی را گپ میزنم سوالات هم گرفتین مسئله چی را میدونی چی را گپ میزنه مسئله کی چخل پول میمونه در همین یوتیوب چند $500 میمونه یا کی میمونه من در این مسئله را تیارم که با بحث کنم من در بسیار مسئله گوش کن تو باید قطعی دیگه بحث نکنی تو باید ایو دفتر روشکت ایزا بکشی برای دیگه که موضوع اینو یادداشت کنه برادر همین جنایستگی که مسئله دیپارتاسیا یک کم زیاتی زایشان دادگی نیستم برادر این جنایستگی که نیست پول فهمیدی اینو یادداشت من میتونم ترا کمک کنم با وطن بر بگردی همه آدمایی که حتما مقصد قطعی صحبت میکنن کمک برادر خطه که پگه نزد الله چه خیل میبروی گپ میزنی جواب سوال داره هر یک کاری کردگی پناهت به خدا انشاءالله خدا نگهبان چیزی با مزه بد خورده است سلام علیکم سلام علیکم اکیجو و علیکم سلام سازی خوبی سلامتی خوبی برادرم شیگرگه اجداد کردن یک چیشی داریم بخشش برادرم آدمو بسیار بنیمد بسیار آدم برادرم تهدا کاج تو دیتنجی خداوند نگهبانت باشه سلامت باشی برادر کاجان من اویدی نسبت همین خویره قگاب زنیم فهم شو بله من همین طرفداری همین وطن ما حمایت میکنم ایداسی حرامی های اوکیپاده رو سخن که برادرم گوشت کهیسی هم برادر رو من کجان راستی گپ تماشا میکنم همین بسیاری همین افیرو را مخصوصا همین رید که همین میدرام همین چی های اقبال بی سگا میبینم تماشا میکنم مردم برای خودش گمراه کرده است و مردم باشن گپ هوای شیطانی حرامزاده را گوش میکنند برای بر میرن گمراهی میشوند ای پیش اکران میجکن
ما چی گفتن اسم کجان نسبت همی همه نسبت همی میگم که اگر با جوان مرد باشن با یک باش در همون گروه همون مخالفان هم میدرویم دیمش که اگر درام آدم با چهره گفتم بینش که کیان چیان همون ساگوری همون لقیدن میگن نپیشتیم میتونن و درستو کجان ایتا مردان آور گفتن نمیتونن و جرأتی مردی ندارن گفتن نمیتونن درست همون پیش اکران فقط اف قدمشون نمیتونن با یارز مخدم کجان زاده نویای رشتم غرام در همین گروه همین اقبالی بسیار همین غرمی و من نسبت همین غرمی گفته ازم کسی که در گروه همون میدرویا کو همون غرم شرمنده کردن و یا بیوطن نویو ولی که ما همین قرار همیان ندونم مکاجو در همین گروه ها ای غرم یکون کس نمی اومد ای چون گجو این حاض قطعی خود یک کلی ولازنات شیطان ادگاه دومود بحث که گوی غرمم کو کجان یا ابیتی با فیلم فیلم کرده بدیو که فیلم کنه گوش کرده بدم تلفنش چسبید مورد رفت افشی با این ویگای دوم شا گوش کردم هوای ما غرم ما توجه ما گوش کردگیم و کلی حرامزاده را ما میشناسم و من میدونم ما غرم یا کجان غرم بولو آیا جای یک شلوغ گفتنی بود ناودیش میگن ناودی کراچی کن هموس نوع کراچی ای ناودی بله ای غرم ای بولو غرم ناودی نویای ای نویای ناودی ای شلوغ نمو ناودی ای اوکی پدر یا کجان یا والا زینات بود یا میدون با صده چند خارج کن دفع کردن تاجیکستانی یا حرامزاده بود یا اون جنایت کرده گز نچیده با کجان برای قیق نسبت غرمی قبطوچی نسبت هم وطن و ملت قدر تحقیر میکنه و سگ اگر انسان با ناموس میشید هرگز گه نمیخوده کجان سلامت باشی بردار جون هزار رحمت کلام بردار اگر من نقض میشناسم کجان من قبطانی هستم که من او روز در افیری که دومده بودم و در ملت ای کیای کن و محمد ایوبای کیای ایوبا داو درمادم بسیار خواهی وای و رای نترا کجان بسیار توچی تحقیق داشتن میکنن من میگم که الله ترا قوت ده کجان همین کار تا پیش بردم میگم که خوینای ملت چهره شونه آشکار کنی که کیان چیان کجان ما همین 24 ساعت همین ویدیو تا تماشا میکنم میبینم برای فکت دلیل کجان گفتن میتونی مقصد میمونی بانک میزنی و اینا خوینای ملتش اینی اقبال استاگون و پدرای دیگریش سیزن طلاق قسم میتیان کجان همین کسی ما چی بودن هستم کسی که دمی گروه افیت میدرویا هم خیلی میگه فتای هم خودت که دروگو هستنش تی طلاق قسم شد کجان برای که وای قسمی فتای خودت که قسمی نهزتیش میگوی بچی و کجان وای حرامزاده را فتای چی سزاشو همیان فقط با پیش کجان تا میخوام الله نگهبانت باشه هزار رحمت ها با کجان پناه با خدا در امان خدا رحمت بردار خداوند نگهبان باشه بردار جون هزار رحمت یعنی که محمد نوادی بوده یعنی که مقصد چندین جنایت ها داشته ای که یعنی مقصد طرف تاجیکستان او طرف انتخاب کرده ای از این جنایت های هست که با بخشیده شوه به هر حال این روبر دولت ما بهترین روبر به خدا قسم کسی به خدرش نمیرسه کور میشین فهمیدین شما خیانت به وطن ملت دولت کرده استین خیانت به مادرای خودتون کرده استین بچه این مردک بخشیده سایتونه عهید دیگه جوان مردی میشه ما خداوند را قدرت داده که نخمه براییم شما را میفهمیم شما ما را آزاد منه مردم شریف تاجیک ما شما را نه شما ما را آزاد منه من نمیدونم که تاجیکستان شما را آزاد میکنن در مردم تاجیکستان میخواه انقلاب میکنن ما را دعوت میکنن ما میره تو باید انقلاب کردن ما را میفهمونیم که انقلاب میکنن مقصد که شما این کارا را باید نفهمیدم میگم مردم تاجیکستان انقلاب میکنن خود در اونجا میره حکومت میکنه کیف تفاهم میکنه همون خیلی شما که دیگه همین چی نمیرسه شما در این بعض آدمایی که همون مقصد به همون گروه همون شما میشون همکاری میکنن من بسیار اینترسی این چیز برادر عزیزه همین چی نمیرسه تونه که همونو قطع همکاری میکنین یا اینکه همونو قطع همکاری میکنین دستگیریشون میکنین گپ میزنین ضرر به جامعه میارین های یگم چیز ریشت میشوه برادر عزیز یگان راهی حل شد تا امروز یافتن که امروز ایرو بیاونه که
чанд сол шуд ё мисли саг ҷакидестиян. агар ки айдастшон ягон кор меомад пас чаро деҳ 7 сол 8 сол 10 сол шид ҷакидестиян айдастшон ягон кор наёмад. бародарои азиз, барои давлата гирифтан, ҳукумата гирифтан беҷанг намешавад. агар ки ҷанг шид ҳеҷ вақт бачаи ӯ, зани ӯ, хоҳари ӯ, духтари ӯ, акаи ӯ, додари ӯ, отаи ӯ намеравад, ҷанг намекунад. 4 та ҳамин камбағал меравад ҷанг мекунад. ягон одами мақсади хеле бугӯи ки ай одамои ваё мераванд, уно намераванд ҳеҷ вақт. уно ҷоҳошона медонанд ки дар куҷоай. аммо вақте ки ҷанг андохта буданд, айнан хеш тавр одамои наздикшона гирифтанд як тараф бурдану одами бегуноҳа сар додан, якдигарша куштанд. айнан анам чиза мехоҳанд. зарал да кӣ мерасад? ҳоё агар ки ҳамин ҷангам ташкил кунанд, беоружия, бесилоҳ, чӣ хел ҳамё ҷанг мекунанд? бели лапоткаву таваққатӣ. шумо нигоҳ кунед ки зури ягон кас дар Тоҷикистон нарасидеста, зури ягон давлат. зури охир дига аида дига давлатдорӣ мешавад, соҳиби истиқлолӣ мешавад дига аида. ҳамин бародарое ки ҳастен, касе ки ҳамин гуфтум чӣ то намераса, ҳамин масъала хати бародари азиз, яъне дар комментария бинависен. ҳамин бинависонед ки ман ҳамин ҳамин корора, ҳамин чизора ман бародари азиз, яъне оиди ҳамин масъала таҳқиқ кунам, санҷиш кунам, мавзӯъ кунам бародари азиз. мақсад ҳадафи мегӯям ки бинависонед ана меяй бародари азиз. бародари азиз, барномаро қатъ мекунем. алҳамдулиллоҳ 2.5 соат суҳбат кардем. ҳазорум бор шукр. худованди меҳрубон нигоҳбонтон боша. ҳар каса ҷавоб додем. алҳамдулиллоҳ, худо ба шукр. ҳазор раҳмат ба ӯ бародарое ки дастгирӣ кардем. бисёр миннатдорум. ба бародарое ки ҷавоб натонистум дода, ҳазор бахшиш мепурсам ба шумо. иншааллоҳ ҳар рӯз барномае ку бо имрӯз нашид бо пага иншааллоҳ. худованди меҳрубон нигоҳбонтон боша. бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. одамои бародарое ки ватандӯстен, бародарое ки хоинен, кадоме ки набошен, оиди мавзӯъ мақсад дар ҳамин озе ки нависондаген, ин нависандаотон дар вай комментария намемонад. оиди ҳамин мақсад кадом мавзӯе ки мехоҳем бинависонен, айнан ҳамон мавзӯъ бародари азиз, мақсад аму комментариятонро хонда номи мавзӯъро монем. худованди меҳрубон нигоҳбонтон боша бародари азиз.